خوش اومدید به قسمت 4 پکیج آموزش مقدماتی فتوشاپ. توی این قسمت ما میخوایم با یکی از قدرتمندترین فیلترهای فتوشاپ یعنی فیلتر کامرا را آشنا بشیم که برای ادیت عکس استفاده میشه و خیلی قدرتمند و عالیه. پس بدون معطلی بزن بریم سراغ آموزش. خب دوستان، اول بهتون بگم که فیلتر کامرا را چیه و کجا قرار گرفته. ما توی قسمت فیلتر یه گزینه داریم تحت عنوان کامرا را فیلتر که شما اگر این رو ندارید باید به صورت جداگونه اون رو دانلود و نصب بکنید. برای دانلود اون هم کافیه که توی گوگل بزنید دانلود فیلتر کامرا را برای فتوشاپ. اولین نتیجه همون سایت صاف 98 هستش که ما فتوشاپ رو ازش دانلود کردیم و بیایید پایین. اینجا دوتا ورژن داریم، ورژن 13.1 و 13.3 که این دوتا با هم دیگه هیچ فرقی ندارن، فقط ظاهرشون فرق میکنه و مثل سایپا که میاد دوتا پراید میزنه و چراغ‌هاشون فرق میکنه با هم دیگه، ولی خب جفتشون پرایدن. اینم جفتش کامرا راه اما ظاهرشون فرق میکنه. خب بعد از اینکه شما ورژن مورد نظرتون رو دانلود بکنید، یک فایل زیپ هستش که باید اون رو از حالت فشرده خارج بکنید و وقتی از حالت فشرده خارج بکنید یک ستاپ داره که اون رو من اینجا باز میکنم تا بهتون نشون بدم چه جوری نصب میشه. اینجا باید روی اکسپت بزنید، روی نکست بزنید و روی اینستال بزنید. تمام، به همین راحتی نصب میشه. حالا من چون نصبش دارم دیگه نصبش نمیکنم. خب من وارد نرم افزار فتوشاپ میشم و به منوی فیلتر میرم و کامرا را فیلتر رو میزنم. فیلتر کامرا را یک فیلتر فوق العاده قدرتمند برای ادیت حرفه‌ای عکس هستش که میتونید ازش استفاده بکنید. بذارید من این پنجره‌شو کامل بزرگ بکنم. خب با این صحنه مواجه میشیم. این ورژن 13.2 کامرا را هستش. خب وقتی که شما فیلتر کامرا را رو باز بکنید با این پنجره مواجه میشید که اینجا چند تا تب داریم که من دونه دونه اینها رو بهتون توضیح خواهم داد. ادیت رو داریم که روی اوتو که بزنید خودش میاد یک فیلتر رنگی روی عکستون اعمال میکنه. روی بلک اند وایت هم که بزنید خب عکستون سیاه سفید میشه. اولین تب بیسیک هستش که چندین گزینه داره. ما اینجا تمپرچر داریم که دو تا اسلایدر رو شامل میشه که همون دمای عکس شماست. یعنی اگر به سمت چپ بکشید یک دمای سرد، یک فیلتر سرد رنگ به عکستون به اصطلاح اعمال میشه و اگر به سمت راست بکشید یک فیلتر گرم اعمال میشه که برای این عکس فیلتر گرم بهتره. و اسلایدر دوم هم میاد بین سبز و صورتی این کار رو انجام میده. یعنی اگر شما این اسلایدر رو به سمت آبی بکشید بهتره که این اسلایدر رو به سمت صورتی یا مجنتا بکشید تا یک همچین حالتی عکستون بگیره. حالا من چون اینو به سمت زرد کشیده بودم این رو هم فعلا بهش دست نمیزنم. اسلایدر بعدی اکسپوژر هستش که ما توی جلسه قبلی ادجاستمنتش رو داشتیم و باهاش آشنا شدیم که برای تنظیم نور عکس ازش استفاده میشه که میتونید اون رو تغییر بدید. من برای این عکس کم زیادش میکنم، یکم من تمپرچرش رو کم بکنم و این سمت رو هم و این اسلایدر رو هم به سمت سبز ببرم. اسلایدر بعدی کنتراست هستش که روی کنتراست عکستون تاثیر میذاره. هر چقدر افزایش بدید کنتراست عکستون زیاد میشه و هر چقدر کاهش بدید کم میشه. من یکم کنتراست افزایش میدم. هایلایت هم قسمت های روشن عکستون رو تغییر میده که میتونید اگر اون رو کم بکنید قسمت های روشن عکستون کم میشه و اگر زیاد بکنید قسمت های روشن عکستون زیاد میشه که من این رو مثلا روی 6 قرارش میدم. شادوز هم میاد روی سایه های عکستون تغییرات رو اعمال میکنه. هر چقدر کم بکنید سایه های عکستون پررنگ تر میشه و شدتش بیشتر میشه و هر چقدر زیاد بکنید شدت سایه های عکستون کمتر میشه. من یکم این رو زیاد میکنم. وایت میاد روی قسمت های سفید عکستون کار میکنه، قسمت های روشن عکستون به اصطلاح، و تقریبا مثل همون هایلایت هستش. یه تفاوت های کوچیکی داره که میبینید من زیادش بکنم یک حالت روشنتری عکس من میگیره و هر چقدر کم بکنم تاریکتر میشه. روی 10 قرارش میدم. بلک هم روی قسمت های مشکی یا همون سایه های عکستون کار میکنه که من اینو یکم کاهشش میدم، روی -25 قرارش میدم. اسلایدر بعدی تکسچر هستش که بافت عکستون رو تقویت میکنه. هر چقدر شما این اسلایدرش رو به سمت بالا ببرید شدت بافتای عکستون
بیشتر میشه و هر چقدر کم بکنید شدت بافتای عکستون کم میشه و یک همچین حالتی عکستون میگیره که من این رو روی 10 قرارش بدم خوبه. توی حالا نکته که وجود داره اینه که توی این اسلایدرها شما نباید زیاده روی بکنید، یعنی نباید خیلی زیادشون بکنید خیلی کمشون بکنید، باید تست بکنید دیگه. من میبینید که اینجا دونه دونه اینها رو تست میکنم و به یک نتیجه مطلوب که میرسم همونجا اسلایدر رو نگه میدارم. اسلایدر بعدی کلاریتی هستش، اگر درست تلفظ کرده باشم، که برای همون بافت عکس ازش استفاده میشه. تقریبا میبینید که باعث میشه که بافت عکس بیشتر به نمایش در بیاد که من تغییری روش اعمال نمی کنم. دی هیز هم برای ایجاد مه ازش استفاده میشه که ببینید من اگر کمش بکنم یک حالت مه مانندی عکس من میگیره، ولی خب چون این عکسیه که توی بهار گرفته شده، خب این دی هیز کاربرد زیادی نداره، پس من اون رو افزایش میدم تا یک همچین حالتی عکس من داشته باشه. ما اینجا وایبرنس و سچوریشن داریم که ادجاستمنتش رو هم داشتیم. اگه یادتون باشه ادجاستمنت وایبرنس داشتیم که دقیقا همین دو اسلایدر رو داشت. یه اسلایدر داشت تحت عنوان وایبرنس که می اومد رنگ های عکس رو تقویت میکرد اینطوری، و سچوریشن داشتیم که غلظت رنگی رو بیشتر میکرد. ببینید من اگر اینو افزایش بدم، این لباس خانم رو ببینید چقدر غیر طبیعی میشه، پس اون رو کاهش میدم. یکم وایبرنس رو افزایش میدم، یه 2 قرارش میدم یا 3 قرارش میدم. سچوریشن رو هم میارم روی -2 قرارش میدم. خب این از تب بیسیک. توی ورژن های قبلی کامرا را به جای اینکه اسم اینجا نوشته باشه و تب رو باز بکنید و گزینه‌ها براتون به نمایش در بیاد، به جای اسم ها آیکون هستش. یعنی اینجا یک آیکون داریم تحت عنوان بیسیک و زیرش همه این گزینه ها وجود داره و خب بیسیک، کرفز، دیتیلز، همه اینها به صورت آیکون اینجا به نمایش در میان و زیر اونها گزینه‌هاشون وجود داره و تنها فرق فیلتر کامرای جدید با قبلی همینه. یه سری ویژگی‌های جدید به این اضافه شده که اونو در ادامه بهتون میگم. تب بعدی تب کرو هستش که یک نمودار کرو به شما میده و اگر من یکم بیام پایین‌تر میبینید که میتونید به صورت دستی هم اینا رو تغییر بدید. یعنی من اگر هایلایت ها رو افزایش بدم میبینید که نمودار من هم تغییر میکنه، که این رو هم میتونید از روی نمودار تغییر بدید، هم میتونید اینجا مقادیر رو بهش وارد بکنید. تمامی این حالا فیلترها، تمامی این گزینه‌ها شما باید باهاشون کار بکنید تا یاد بگیرید که چطوریه و روی هر عکس هم خب نتیجه متفاوتی رو داره و ما نباید انتظار داشته باشیم که روی همه عکس‌ها یک نتیجه بده. اینجا هم چنل های رنگی مختلف رو داریم، دقیقاً مثل اون ادجاستمنت کرفز که هر کدوم رو که روش کلیک بکنیم چنل رنگی مربوط به همون رنگ باز میشه. چنل گرین باز شد که میبینید بالاش سبزه و پایین مجنتا هستش، آبی بالا آبی پایین زرد هستش، قرمز بالا قرمزه و پایین ساین هستش یا همون فیروزه‌ای. که من مثلا روی آبی بخوام تغییراتی رو اعمال بکنم، یکم اون رو به سمت زرد ببرم یا نه به سمت آبی ببرم که آسمون من جذابتر بشه، یا مثلا توی تب گرین هم من میتونم این کار رو انجام بدم. نه، توی تب گرین من تغییراتی اعمال نمی کنم چون عکس من خراب میشه. توی قرمزی ها هم بعید میدونم نتیجه خوبی رو به من بده، خب پس تغییر روش اعمال نمی کنم. با کنترل زد هم میتونید یک مرحله به عقب برگردید. خب این از تب کرو. تب بعدی تب دیتیلز هستش که برای جزئیات عکس هست که من این رو ببندم. برای شما یک همچین حالتی داره، شارپنینگ داره، نویز ریداکشن داره، کالر نویز ریداکشن داره که همونطور که از اسم این تب مشخصه برای جزئیاته. یعنی اگر شما شارپنینگ رو افزایش بدید جزئیات عکستون بیشتر میشه، عکستون شارپ میشه. شما اگر روی این درخت تمرکز بکنید و ببینید تغییرات رو میتونید مشاهده بکنید. نویز ریداکشن هم برای وقتی هست که شما عکاسی میکنید و عکستون نویز داره و میخواید نویز ها رو از بین ببرید یا اصطلاحاً عکستون رو نویز گیری بکنید که با نویز ریداکشن میتونید این کار رو انجام بدید. من این آموزشش رو توی پیجم قرار دادم و اینجا اگر روی این گزینه بزنید و نویز ریداکشن رو اسلایدرش رو افزایش بدید، گزینه‌های دیگه هم واسهتون فعال میشه، دیتیل و کنتراست.
که چون این عکس نویز نداره خب من تغییراتی روش اعمال نمیکنم. کالر نویز ریداکشن هم دقیقاً برای نویز گیری استفاده میشه که خب این عکس نویز نداره، پس من تب دیتیلز رو میبندم و میرم سراغ تب بعدی. تب بعدی کالر میکسر هستش که خیلی تب مهمیه، برای تنظیمات رنگی عکس ازش استفاده میشه. اولین بخشش بخش هیو هستش. شما با این بخش میتونید روی رنگ هاتون تغییرات اعمال بکنید. یعنی چی؟ ردز رو ببینید، یک سمتش صورتی، یک سمتش نارنجی. من اگر اسلایدرش رو به سمت صورتی ببرم، لباس خانم رو دقت بکنید یک رنگ صورتی میگیره و اگر به سمت نارنجی ببرم رنگ نارنجی میگیره و من میتونم این رو تغییر بدم. حالا زیاد هم مثلا روی 100 اگه قرار بدم یک حالت غیر طبیعی پیدا میکنه، زیاد افزایشش نمیدم، مثلا روی 15 13 قرارش بدم خوبه. بعدی آرنج هستش که یک سمتش قرمزه یک سمتش زرده که دقیقا همین کار رو انجام میده، روی قسمت های نارنجی عکستون تغییرات رو اعمال میکنه، باز هم روی لباس این خانم داره تغییر اعمال میشه و اگر دقت بکنید روی پوست این سوژه های عکسمون هم داره تغییرات اعمال میشه. من اگر زوم بکنم میتونید ببینید. پس وقتی دارید یک عکس رو ادیت میکنید حواستون به این نکته‌های ریز هم باشه که آرنج و رد رو و حتی یلو رو زیاد تغییر روش اعمال نکنید، چون بعضی وقتا روی پوست تغییرات اعمال میشه و رنگ پوست از بین میره و یک حالت غیر طبیعی میگیره. تا بعدی یلوس هستش که یک سمتش میبینید که باز نارنجیه یک سمتش سبزه که میاد روی قسمت های زرد عکستون تغییرات رو اعمال میکنه. برای این عکس به نظر من اصلا تغییر روش ندیم بهتره. تا بعدی گرینز هستش که سمت چپش باز زرده، سمت راستش یک حالت فیروزی رنگ داره که باهاش میتونید قسمت های سبز عکستون رو تغییر بدید. اینجا رو دقت بکنید، بذارید چرا زوم نمیکنه، اینجا رو دقت بکنید. من اگر گرین رو تغییر بدم این قسمت ها تغییر میکنه. خب من این رو یکم به سمت کلا میبندمش، روی منفی 100 قرار میدم که این قسمت ها همرنگ قسمت های دیگه بشه. اسلایدر بعدی هم یک سمتش سبزه یک سمتش هم آبیه که میتونید اون رو تغییر بدید. روی آسمون عکس داره تغییرات اعمال میشه، ببینید میتونید فیروزه‌ایش بکنیم یا کلا آبیش بکنیم که من فیروزه‌ایش میکنم. اسلایدر بعدی بلو هستش که یک سمتش آبیه یک سمتش هم حالا بنفش هستش که خب روی قسمت های آبی عکس تغییرات اعمال میشه، دقیقاً همون قسمت آسمون عکس. روی این قسمت شلوار این دوستمون هم تغییرات داره اعمال میشه ولی خب خیلی محسوس و دیده نمیشه. بذارید من یکم این رو به این سمت ببرم. اسلاید بعدی همون رنگ بنفش و بین رنگ بنفش و صورتی هستش که میتونید اون رو تغییر بدید، ولی خب تو این عکس ما نه بنفش داریم نه صورتی داریم، پس هیچ تغییر روی عکسمون اعمال نمیشه. مجنتا هم همون صورتی هستش که میتونید اون رو تغییر بدید و باز هم تو این عکس ما مجنتا نداریم، پس تغییر روش اعمال نمیشه. تب بعدی سچوریشن هستش که غلظت رنگی رنگ‌های مختلف رو شما میتونید کم و زیاد بکنید. اولین رنگ قرمزه که اگر من غلظتش رو زیاد بکنم لباس این سوژمون غلظتش زیاد میشه و اگر کم بکنم خب مسلماً کم میشه. من یکم سچوریشنش رو زیاد میکنم، روی 40 قرارش میدم. آرنج هم روی قسمت‌های نارنجی تغییرات رو اعمال میکنه و خب چون توی پوست داره تغییرات اعمال میشه من زیاد توی این قسمت تغییرات اعمال نمیکنم، یکم کمش میکنم که همچین حالتی عکس من بگیره. روی 20 قرارش بدم فکر کنم خوب باشه، منفی 20 البته. یلوس هم خب همون رنگ زرد هستش که میتونید سچوریشنش رو کم و زیاد بکنید که من زیادش میکنم، روی 45 44 45 قرارش میدم. گرین هم خب قسمت های سبز عکسه که میتونید سچوریشنش رو کم و زیاد بکنید، من روی 100 قرارش میدم. اسلایدر بعدی برای رنگ های فیروزه‌ای هستش که روی آسمون عکس داره تغییرات اعمال میشه، من این رو
روی 10 قرارش بدم فکر کنم خوب باشه. و بلو هم برای آبی ها هستش که این رو من افزایش میدم روی 65. پرپل و مجنتا هم نداشتیم توی این عکس. و میام پایین لیومنس یعنی روشنایی رنگ های مختلف رو شما میتونید باز با این تب تغییر بدید. خب اولین رنگ قرمزه که من روشناییشو میتونم کم و زیاد بکنم. یکم فکر کنم کم بکنمش بهتر باشه. روی منفی 40 قرارش میدم. آرنج هم برای نارنجی ها هستش چون روی پوست داره تغییرات اعمال میشه. من زیاد توی این اسلایدر کار نمی کنم. یلو هم برای زرد که کاهشش میدم روی منفی 20. گرین هم برای سبز که روی مثبت 100 قرارش میدم. اسلایدر بعدی مربوط به رنگی فیروزه‌ای هستش که من حس میکنم اگه کاهشش بدم بهتره. آسمون عکس رو ببینید. من اگه افزایش بدم یک همچین حالتی میگیره و اگه کاهش بدم یک حالت بهتری رو میگیره. بلو هم برای رنگ آبی روی 15 فکر کنم خوبه. پرپل و مجنتا هم نداشتیم ما و این شد تب کالر میکسر که اینجا ببینید اینها رو جداگونه هم واسهتون قرار داده. روی آل بزنید همشون زیر هم قرار میگیره و ما تمام اینها رو بررسی کردیم. تب بعدی تب کالر گرادینت هستش که ظاهر این تب توی ورژن های قبلی کامرا را متفاوت. ما اینجا 3 تا عنوان داریم، میدتون داریم، شادو داریم، هایلایت داریم که هم میتونید روی این نمودار کار بکنید، هم میتونید با این اسلایدرها اونا رو کم و زیاد بکنید. میدتون ها رو ما اگر افزایش بدیم یک همچین حالتی عکسمون میگیره و اگر کاهش بدیم یکم نور و رنگ عکسمون کم میشه. من روی منفی 20 قرارش میدم و شادوها هم روی سایه های عکس تغییرات رو اعمال میکنه. با کم کردن میزان شادوهای عکستون یا سایه های عکستون پررنگتر میشه. من روی منفی 20 قرارش میدم. هایلایت هم خب روی قسمت های روشن عکس کار میکنه دیگه. من اون رو کامل روی 31 قرارش میدم. اینجا هم 2 تا اسلایدر داریم تحت عنوان بلندینگ و بالانس که من بلندینگ رو اگر افزایش بدم قسمت های اینجا رو ببینید من کاهشش میدم این تغییرات اعمال میشه و وقتی افزایشش میدم خب توی این عکس تغییرات زیادی رو نمیتونه ببینه به خودش. روی 50 قرارش میدم. بالانس هم برای بالانس کردن حالا این 3 تا مقدار هستش یعنی میدتون و شادو و هایلایت که من روی 0 قرارش میدم. تغییر روش اعمال نمی کنم. تب بعدی تب اپتیکس هستش اگر درست تلفظ کرده باشم که برای تغییرات حالات عکس استفاده میشه. ببینید این اسلایدر رو من هر چقدر افزایش میدم یک همچین حالتی عکس من میگیره و وقتی کاهشش میدم یک حالت زوم عکس من میگیره که انگار روی کره قرار گرفته و خب کاربردی برای این عکس نداره. من روی 0 قرارش میدم. ویجنت هم اگر درست تلفظش کرده باشم میاد دور عکستون رو اگر کاهشش بدید دور عکستون رو کامل تاریک میکنه. این گزینه برای تمرکز کردن روی سوژه ها خیلی خوبه که مثلا یه وقتایی از شما سوژه ای دارید توی عکس و میخواید که تمرکز روی اونها باشه و این رو کاهش میدید و دور عکستون سایه میشه و اگر افزایشش هم بدید دور عکستون کامل روشن میشه. من روی 40 قرارش بدم فکر کنم خوب باشه. اینجا هم بزنید باز یه گزینه داره تحت عنوان مید پوینت که با تغییر دادن اون میتونید نتایج مختلفی رو بگیرید. تب بعدی تب جیومتری هستش که یک سری ابزار داره که مربوط به پرسپکتیو هستن بیشترشون البته و کاربرد زیاد خاصی ندارن. من فعلا این تب رو میبندم. تب بعدی هم تب افکت هستش که 2 تا مقدار داره، گرین و ویژنتینگ که ویژنتینگ همون کار این تب اپتیک رو انجام میده ولی یکم شدتش بیشتره و میتونید اون رو تغییر بدید. و آخرین تب هم تب کالیبریشن هستش که شما میتونید روی شادوها و رنگ‌های مختلف عکستون تغییرات رو اعمال بکنید. یعنی چی؟
مثلا من اینجا تب شادو رو دارم و اگر این رو تغییر بدم میبینید که قسمت های تاریک عکس من رنگش تغییر میکنه. یعنی اگر روی مجنتا قرارش بدم یک حالت صورتی رنگ پیدا میکنه و اگر روی سبز قرارش بدم یک حالت سبز پیدا میکنه، قسمت های تاریک عکس. تب بعدی هم برای قسمت های قرمز عکس هستش که باز ما میتونیم تغییراتی روی قسمت های قرمز عکسمون اعمال بکنیم که من حالا فعلا تغییر روش اعمال نمی کنم. میتونم سچوریشنش رو بیشتر بکنم یا کاهشش بدم. و تب بعدی هم مربوط به رنگ های سبز هستش که میتونید هیو رو تغییر بدید و سچوریشنش رو تغییر بدید که من این رو اسلایدر هیو رو یکم جا میکنم، روی 15 قرارش میدم و سچوریشنش رو هم یکم افزایش میدم. و تب بعدی هم مربوط به رنگ آبی هستش که میتونید تغییراتی روش اعمال بکنید که من روی این عکس تغییری رو اعمال نمی کنم. و این شد فیلتر کامرا را که باهاش میتونید حرکت های خیلی خفنی رو بزنید توی مبحث ادیت عکس و در نهایت هم کارم که تموم شد اوکی رو میزنم. حالا تغییرات روی عکس من اعمال میشه و ما میتونیم قبل و بعد کارمون رو ببینیم. این برای ادیت عکس خیلی کاربرد داره. پیشنهاد میکنم که حتما باهاش کار بکنید، عکس‌های مختلف رو واردش بکنید، با قسمت‌های مختلفش بازی بکنید تا کامل دستتون بیاد و بتونید خیلی راحت عکساتون رو ادیت بکنید. خب این جلسه هم به پایان رسید. توی جلسه بعدی که جلسه پنجم این پکیج هستش ما سراغ بلندینگ مودها میریم و من بلندینگ مودها رو کامل واسهتون توضیح میدم. پس تا جلسه بعدی بدرود.